کوهستانات ولایت تریپولا اطفال کوهستانات می‌خواهند مانند یکی از جوانان و فعال مدنی کابل خواهش می‌کنیم اینجا تشریف بیاورند. روز پنجشنبه در کابل گروه اعتراضگران از حکومت افغانستان طلب کردند که ناحیه کوهستانات ولایت شمالی سریپول را از دست طالبان باز پس گیرد. جنبش اسلامی طالبان این استان افغانستان را سال 2015 اشغال کرده است. وزارت مدافعه افغانستان میگوید نه تنها برنامه تصرف دوباره کوهستانات بلکه تمام مناطق زیر نظارت طالبان را نقشه کشی کرده است. اما اعتراضگران هشدار دادند که اگر حکومت به زودترین فرصت دست به عمل نزند آنها اعتراضهایشان را توسعه میبخشند. در حالی که این وظیفه حکومت هست که خودشان با مشکلات مردم خود رسیدگی بکنند، تلاش بکنید، زحمت بکشید. به معنای واقعیش آنچه شما امروز در دست فعال گروه‌های مخالف در این مناطق